شما در حال تماشای سحابی زیبای روتیل یا سیدورادوس به همراه اجرام متنوع درون آن هستید. این سحابی زیبا در فاصله 161,000 سال نوری از زمین جایی در مرکز کهکشان همسایه ما ابر ماژلانی بزرگ و در صورت فلکی جنوبی ماهی زرین قرار گرفته. برای درک ابعاد بزرگ آن تنها قطر این سحابی بیش از 1800 سال نوری است. این تصویر را هابل در سال 2014 میلادی منتشر کرد، اما به دلیل وجود گاز و غبارهای میان ستاره‌ای